باد بر تو عالم شیرین زبان و شیرین گفتار. سوال ما با شما همین است که ما حالا جوان هستیم، لیکن یک خصلت داریم که اگر در محلمون معرکه توی عروسی برپا شود، سر راه را گرفته از داماد یعنی از شاه بچه شهتاز گفته پول طلب میکنیم. آیا شهتاز در اسلام هست یا نه؟ برادرای اسلامی، جوانهایی که باور کنین شما مثل یک بهترین گل در داخل مسجد هستید. خوش به حال شما که در جوانی شما توبه کردید، در جوانی به سوی خدا رجوع کردید، در جوانی قدمهای شما به سوی مسجد است. خوش به حالتان. شخصانی که گایمری دارند شبای دراز ای درد سر خوب ندارند و سرشو خم میکنند، در میکنه، یا که کم ترک سرشو میشوند نمی میگیره در میکنه، آب بینیشو بسیار میروه و شما گایمری توصیه میدید شرکت شو فرما که میتونه که همه این پرابلم را برطرف کنه. و شخصانی که این پرابلم را دارن میخوان گایمری را ذکر کنن، در کامنتر در اومده گایمری نویسه، ما با شما واتساپ خود رو روان میکنیم. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. و بعداً همه شما برادرای عزیز، پدرهای مهربان را به این روز جمعه که سردار روزهاست و روزی پر از اجر و از ثواب است و با این ماهی مولود پیغمبر خدا تبریک و تهنیت میگویم و یک جایه با همراهی شما دعا میکنیم که خدای مهربان هر مراد و هر مطلوب و هر مقصودی که در دل شما باشد، خدای ما و شما دانا هست. اگر نیک باشند خدای مهربان برآورده بگرداند و خداوندا همه ما مردم مسلمان را براه راست، برای اهدنا الصراط المستقیم هدایت بفرمایی. و خدایا گذشتگانی که از ما گذشتند و امروز منتظر دعا و فاتحه ما و شما هستند، خدایا روحشان شاد، قبرهاشون خدایا پر نور بگردانی و این جمعیت ما را خدایا عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع و کشایش کار نصیبشان بگردانی و رهبریتی که امروز بالای سر ما و شماست خدایا توفیقشان را رفیق بگردانی، محبتی به سوی ملت تاجیک در دلشان باز هم زیادتر پیدا کنی و هر یک آرزوها و عملهای نیکی که برای آبادانی تاجیکستان ما دارند خدای مهربان عملی بگردانی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. جمعه های گذشته ما و شما از تمام مسئله و مسائل هایی که وابسته به مسجد بود الحمدلله که آگاه شدیم و بعد آگاه شدن البته وظیفه ما و شما همین است که باید که این انتظام و این آداب و این حدیث هایی که شما شنیدید در مسجد های خود باید که جاری گردانید. انشاءالله پیغمبر خدا گفتند الدال کالفاعلی، دلالت کننده مثل کننده هست. اگر شما دلالت کنید، اگر شما این سخنها را برده به اون مردم رسانید و اونها اگر اصلاح شوند، شما هم مثل همون واعظانی که برای اصلاح جامعه حرکت دارند شما البته همون ثواب نائل می شوید. چگونه ای که وعده کردیم خیلی سوال های زیاد منتظر جواب هستند، اینها را برای شما جواب می گردانیم و فراموش نکنین که روز یک شنبه انشاءالله خدا خواسته باشد در همین مسجد ما و شما مولود پیغمبر خدا را قید میکنیم و کدام از شما اگر وقت ها داشته باشین، شرایط هاتون باشد، مرحمت آمده اشتراک کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز. همین شعر خلقی را تحلیل کنید، آیا حقیقت دارد یا نه؟ این برادر سیوم بار شد همین شعر را می نویسد. سی بار ما فکر کردیم که حاجت به جوابش نیست، که بسیار ضرور بوده است، که بسیار گشته و برگشته یک شعر خلقی بوده است که ما و شما میگوییم یک مکر زنی لاشه صدها خرابار باشد، صد مکر کند شیطان شاگردی زنک باشد. آیا این حقیقت دارد؟ راستی بار به حقیقت خیلی نزدیک است، خیلی نزدیک است. زیرا رسول اکرم حدیث دارد که حضرت ابو سعید خدری الله علم حضرت حذیفه روایت میکند که پیغمبر ما و شما گفتند الدنیا حلوة خضیرة فإن الله مستخلفوكم فيها فینظر کیف تعملون واتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل في النساء. پیغمبر ما و شما گفتند دنیا چی شیرین است، چی زیبا است، لیکن شما فراموش نکنین ای بندگان خدا که خداوند شما را در دنیا برای امتحان فرستاد و نظر میکند به شما که چگونه در دنیا عمل میکنید، چگونه حیات خودتان را سپری میکنید. در دوام پیغمبر گفتند از دنیا و از زن سخت بترسید، زیرا که فتنه دنیا و فتنه زن چه فتنه سختی است. محدثا که این حدیث در صحیح مسلم وارد شده است در شرحش میگوید که این شاید همون فتنه‌ای که در بنی اسرائیل بود مبتلا شدن هاروت و ماروت باشد. هاروت و ماروت که این فرشته های خدا بودند که اینها قصه دارند. اینها وقتی بر روی زمین آمدن و نزد خدای خود وعده داده بودند که ما تو را با پررگی عبادت میکنیم، از عبادت تو هیچ سرکشی نمیکنیم. این فرزند آدم خون میریزاند، فرزند آدم عاصی است، فرزند آدم گناهکار است. وقتی که خداوند با این هاروت و ماروت میگه نفس داد، نفس انسانی داد، شهوت داد، وقتی اینها را بالای زمین که پرتافت و اینها از دست یک زن گمراه شدن هر دهشان. و امروز در تمام دنیا دشمنان اسلام برای مسلمان ها را شرمنده کردن، برای اسلام رخنه کردن فقط فتنه زنها را استفاده میکنند. برای همین این یگان جای تعجبش نیست. این معنای او را ندارد که اسلام زن تحقیر میکند، بلکه انشاءالله من صحبت های ممکن جمعه های آینده از حق زنها صحبت کنم که زنها در اسلام چه حقها دارد. لیکن فتنه شان هم خیلی فتنه کلان است. اگر ما به تاریخ نظر کنیم، حضرت حسن فرزند علی از دست زن زهر داده شد. زنی او را گمراه کردند. نبیره پیغمبر خدا بود حسن، که رسول اکرم چنان حسن دوست می داشت که حتی راویای حدیث می گویند که از میان بالای حسن گویا که پیغمبر ایستاده بود، اینقدر مانند بود. همین حسن را از دست زنش زهر داده شد. با دست زنش، با دادن پول و مال، با وعده کردن منصب و جا، عاقبت شوهر خود حسن نبیره پیغمبر خدا را زهر داد. یا اگر تاریخ بلعم نظر کنیم، بلعم
حضرت شیخ بودن، از دست زن از دنیا بی ایمان گذاشتن. یا شیخ برسیسار هم اگر در تاریخ ها نظر کنیم، از حساب فتنه زن از دنیا بی ایمان گذاشتن. چی فتنه های کلان کردن، چگونه بزرگهای را از راه اسلام بیراه کردند. از این خاطر این شعر البته حقیقت دارد و پیغمبرم فرمودند شما بسیار احتیاط باشین از مکر زن، از فریب زن، از حیله های زن. دوره های میگد امیر المؤمنین حضرت عمر بود. یک زنی میگوید نزد حضرت عمر آمدند و خواستند یک فتنه را زنده کنند. آمدند و نزد حضرت عمر گفتند ای عمر، الحال یک مرد بالای من خواست که یک کار نادرست را یعنی زنا را برپا کند. من خودداری کردم، من از دست او رها کردم. لکن گفت اگر عمر باور نکنی، گفت ان همین جامعه که میبینی آب سفیدی که در جامعه من، همین آب منی همون مرد است. حضرت عمر وقتی این دیدن حیرت ماندن. باید که اون کسی که دست درازی به سوی این زن کرده بود و باید جزا دادن در کار. در حال حضرت علی را دعوت کرد. گو علی، گو رأی تو چیست؟ فکر تو گفت در همین گفتار زن چی هست؟ میگوید که یک مرد بالای من هجوم کرد، من از دست او نجات یافتم. اگر باور نکنی مرحمت، گفت جامعه من تر است، ان همین آبی که میبینی آب منی همون مرد است. حضرت عمر که پیغمبر روایت میکند انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علم هستم، علی دروازه همون شهر هست. علی که بسیار آدمی با سواد بودن، با علم که بودن، گفتن عمر، گفتن خدا ترا رحمت و مغفرت کند، یک مقدار آب خنک بیار، بالای این آب گو می پرتاییم. اگر این آب یخ کند یا سفیدیش نمایانتر شود، این آب تخم است. اگر در پرتافتن آب خنک اگر این آب روانده شود، نابود کرده شود، این راست میگوید زن، آب منی است. وقتی که آب خنک میگه آوردن در جامعه همین زن که ریختن، با مجرد ریختن میگن این آب یخ کرد، این سفیدی یخ کرد. علی گفتن که به خدا قسم، گفتن این آب منی نیست، این بلکه چی است؟ همون آبی که در داخل تخم است. گفت این همون است. گفت زن بعداً اقرار شد، گفت در اصل گفت همین بود، مرا فریفته کردند تا که اون مرد شما جزا دهین، مرا پول و مال وعده کردند، من این عمل انجام دادم. بین چی فتنه های از پشت زنها البته صادر می شود. و امروز بعضی از زنهایی که از خدا و پیغمبر خدا دورند، ما در بسیار جنجال ها اگر اشتراک هم کرده باشیم، لکن با طرز خطی یا گفتگو با بسیاری از برادرها صحبت ها داشتیم که از حساب زنها از پدر و مادر جدا شدند، از حساب زنها از برادرهاشون جدا شدند، از حساب زنها با اپا و با خواهری که از یک مادر و پدر تولد شدند سالها هستند که قهری هستند. همه این فتنه زن است، همه این حیله زن است. باید که ما و شما خیلی با دقت باشیم، سنجش گذرانیم، بعداً آن معرکه‌ای که برپا کردنی هستیم بعداً برپا کنیم. انشاءالله ما در باب حق زنها این جمعه آینده صحبت داریم، زیرا این جمعه این برادر ما را یک خط داد. میخواهم به سمع شما رسانم که جمعه آینده از ما یک تکلیف کردن. داملای محترم، یک خواهش اسلامی از شما دارم که این که من 13 می که روز جمعه هست، یعنی جمعه آینده، ما با چند نفر مهمان ها
در مساجد شما یعنی مسجد شما اشتراک میکنیم و مهمان ها خواهش کردند که در فضیلت امر به معروف و نهی از منکر شما صحبت کنید و موضوع را در کسیت جمع کنید، یعنی 1 ساعت کامل فقط این صحبت باشد. بسیار ضرور و مفید است برای ما. التماس رحمت الله. یعنی یک برادر ما دیدیم که از راه دوری ها بوده است، در دوام 1 ساعت گفتن چقدر صحبت بهترین در باب دعوت و تبلیغ، در باب امر معروف و نهی منکر چی ثواب دارد، چی فضیلت دارد. و اگر قصه های شیرین هم که باشد در داخل این جایگیر کنید. برای ما این 1 ساعت کسیت شما بسیار ضرور است و بعضی ضرورت هاش را هم بیان کرد. انشاءالله ما سخن این برادر قبول کردیم. جمعه آینده خدا خواسته باشد در همین باب صحبت داریم. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان. من از شما خواهش دارم به سوال من جواب گویید. درباره پیشاب کردن در حاجتخانه میگویند که در حاجتخانه یا اینکه در دیگر جا پیشاب کنی راست ایستاده در لباست یا که در تنت نرسد هیچ گناهی نیست. همین سخن درست است یا نه؟ به سوال من جواب گویید. اکثر میان عمرها را میبینیم که با همین کار دست میزنند. بعد خردسال از او چی یاد میگیرد؟ با احترام داملای عزیز، این برادر مقصدش از راست پیشاب کردن است که آیا راست پیشاب کنی یگان گناه یگان غلط هست یا نه. من به شما چند حدیثی را میخوانم، گوش اندازین و از این حدیث ها خلاصه برآورین که راست پیشاب کردن خوب است یا نشسته پیشاب کردن خوب است. حضرت حذیفه که راوی این حدیث است میگوید که بار من پیغمبر خدا را دیدم که فبال علیها قائما، یعنی بالای یک خاکتوب، یک توده خاک بود یا یک جایی که همین خاکروبه ها پرتافته میشد یا ما و شما غجدی میگیم، غجدی های خانه پرتافته میشد. پیغمبر خدا بالای همان بر آمدن و راستا پیشاب کردند. حضرت حذیفه میگوید این را من با چشم سر دیدم. این حدیث هم مسلم روایت میکند. در حدیث دیگر باز همین اینش در سنن ابو داود است. اگر کسی نزد کسی همین صحیح سته باشد میتواند مراجعت کند. ابن ماجه هم روایت کردگی هستند. عایشه میگوید که کسی که گوید پیغمبر خدا راست پیشاب کرده است باور نکنید. عایشه صدیقه همسر پیغمبر خدا میگوید کسی گوید که پیغمبر راست پیشاب کرده است شما باور نکنید. انا رأیته یبول قاعدا، من دیدم که پیغمبر خدا نشسته پیشاب میکرده. این سخنی عایشه صدیقه هست. عن ابن عمر اینم در سنن ابن ماجه هست. بچه حضرت عمر از پدرش روایت میکند. چی میگوید؟ میگوید که رآنی رسول الله صلی الله علیه و سلم و انا ابول قائما. حضرت عمر گفته بود است که من یک بار راستا پیشاب کرده ایستاده بودم. عمر فقال یا عمر، پیغمبر خدا میگوید به سوی من خطاب کرد ای عمر لا تبل قائما، هیچگاه راستا پیشاب نکن. فما بلت قائما بعدو، این سخن عمر است. بعد آنی که پیغمبر مرا خطاب کرد و گفت که هیچگاه عمر راستا پیشاب نکن، من در جای خود نشستم و اصلا دیگر تا آخر حیات راستا پیشاب نکردم. اینا حضرت عمر میگوید. اگر برای کسی سندهاش لازم باشد در سنن ابن ماجه روایت، یعنی نگاه کند انشاءالله در همون باب
کتاب طهارت این حدیث ها موجود است. از این خاطر با همه شما مصلحت من همین است که پیشاب در حالت نشسته کنید. اینش برای ما و شما بهتر است و اینش به آداب نزدیکتر است. به نهایت بهترین صورت شمین است. کسی راستا پیشاب میکند خود کردن گیرد، لکن به برادر مؤمنش کاردار نشود. زیرا توصیه من این حدیث های عایشه صدیقه است، مادر ما و شما که با چشم دیدن پیغمبر خدا نشسته پیشاب میکردن، و حضرت عمر از سخنش که تا آخر حیات من نشسته پیشاب کردم وقتی که مرا رسول اکرم امر کرد. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. ما یک گروه مخلصان شما با سوال ما جواب گویید. در یک وقت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گوشت اسب را حرام گفتند، همین راست است؟ خیلی دیگر وقت چون گذارین چیزی گفتن نگفتن، الحال گوشت اسب حلال است. نزد مذهب ابو حنیفه تا آخرهای حیات ابو حنیفه فتوای حضرت امام بود که گوشت اسب حرام است. به خاطر چی؟ به خاطر که یراق مسلمان اون زمان اسب بود. اگر اسب ها را مردم میخورد نابود میکرد، با این دشمن اسلام اینها جنگیدن نمی توانستند. امروز که دیگر احتیاج به اسب مردم مسلمان ندارد، زیرا که امروز تمام یراقهای حاضر زمان برآمده است. از این خاطر ابو حنیفه در دم آخر از حیاتشون باز فتوای به حلال بودن اسب برآوردند. از این خاطر شیرش میخرید، گوشت میخرید، برای شما رخصت است، برای شما اجازت است. داملای محترم، در یکی از دهه های نایه مؤمن آباد زندگی میکنم. صاحب 6 فرزند دی نابالغ، کسبم راننده. بسیار وقت در سفر می باشم. زنم کسلی شده است، بیمار شده است. نه به من زنی کرده می تواند و نه به فرزندانم مادری کرده می تواند. یعنی بستری از خواب است. از عهده نگاه و بینی گاو و مال نیز نمی براید. دائم خواهران من که در نزدیکی ما زندگی میکنند به او یاردم میکنند. زنم راضی است که من زن دویم گیرم و به خانه بیارم، ولی فقط اگر زن دویمم خواهر او باشد. من میفهمم که خواهر و اپه را گرفتن در اسلام روا نیست و او میفهمانم، اما او میگوید که خواهرم او را و هم فرزندانش را نگاه و بینی میکند. یعنی خواهرم بیاید، این باز به من نزدیکتر است که هم خودم نگاه و بین میکند، هم فرزندهام نگاه و بین میکند. زنی بیگانه باشد در نبودن من، نه او را در خانه میگنجاند و نه فرزندانش را. یعنی زنی بیگانه را بیاری، نه مرا نگاه میکند نه فرزندهای ما را. من چیکار کنم داملای عزیز؟ این مسئله هست که این خداوند حل کرده است، این پیغمبر حل کرده است. در اینجا دیگر مراجعت داملا هیچ حاجت نیست. منم آن چیزی که قرآن میگوید، آن چیزی که حدیث پیغمبر خدا میگوید برای این برادر میرسانم که زن اوله را طلاق میکنی، عده زن اوله میگذرد، بعدا خواهر او را نکاح کرده در نکاح خود میدراری. این زمان برای تو چی هست؟ حلال از خواهر او، وقتی که اگر اپی او را تو طلاق دهی، طلاق میدهی. وقتی طلاق دادی این برای تو بیگانه می شود. این شب فراموش نکنید. این زنی که با تو 6 فرزند دارد و چندین سری سال زندگی کرد، امروز تقدیر خدا بوده است، بیمار شده است، بعد طلاق دادن او خواهر او برای تو درست می شود. و الا اگر 1000 زاره و تولا این زن برای تو کند و تو اگر با این عمل زیش دستزنی، تو در نزد خداوند رسوا و گناهکار می شوی و تو همچون زیناکار در نزد اسلام شناخته می شوی. از این خاطر خواهر او را طلاق ده، اپی او را طلاق ده، بعد گذشتن عده او
یعنی بعد گذشتن 3 حیض می توانی که خواهر او را در نکاح خود درآوری و مرحمت اپش نگاه میکند، خواهرش نگاه میکند. اون کاری وی است. داملای محترم، دویم سوال دادند. من 1.5 سال در روسیه برای کار رفته بودم. شکر الله پاک را میکنم که در این مدت نه گوشت خوک خوردم و نه پیوه و نه عرق. روزهای بدین باور داشته با ما در هر باره بحث و مناظره میکردند و من با قدر سوادم به آنها جواب میدادم. اما وقتی که از من پرسیدند که برای چی اسلام گوشت خوک را حرام حکم کرده است، ندانستم که به آنها چی گویم. اگر شما با این سوال جواب میگفتید، از شما نهایت سپاسگزار میبودم و از الله پاک سربلندی شما را خواهان هستم. این برادران را خدا نگاه بدارد که در همین خیل دولت کفر وقتی رفته برای زندگی کار میکنن، پول و مال جمع میکنن برای بهبودی زندگیشان، با بزم این به گوشت خوب نزدیک نمیشوند، با عرق نزدیک نمیشوند، با پلیدی های خداوند نزدیک نمیشوند. خوش به حالشان، خوش به حالشان که این گونه یعنی صبر خیلی کاملی را خداوند نصیب اینها گردانیدگی هست. من برای این برادر میخواهم از مراجعت دکتر یوسف قرضاوی از حلال حرامش یعنی بیان کنم که این حضرت فقط فرمودند که یعنی گوشت خوک خوردن امروز تمام طبیبها آشکار کردند که در گوشت خوک کرم‌های وجود دارد که انسان را عاقبت به هلاکت میرساند. این را میگه یک کشفیات امروز تمام طبیب‌های دنیا است. حکمت‌های زیاد دارد میگوید همین یوسف قرضاوی. لیکن آینده با مرور زمان با این پیشرفتی که در علم چی طب هست و چی علم زمانه هست، این آشکار می شود که چرا خداوند همین خوک را حرام گردانیدگی هست. در قرآن خداوند میگوید که انما حرم علیکم المیتة والدم واللحم الخنزیر، سوره بقره. خدا گفته بود است من برای شما حرام گردانیدم خود مرده را، یعنی سحر میخیزی که گاوت مردگی است، سحر میخیزی مرغت مردگی است، سحر میخیزی که گوسفندت مردگی است، انا همون برای تو میگد حرام است. اگرچه متاسفانه امروز از بعضی برادرها میشنویم که پدر ما برای ما گفت که در بین مردم آشکارا نکنین، امروز دستمان تنگ است، خدا خودش میداند، هیچی باکی ندارد. و دویم خداوند گفته بود است خون را برای شما، خونی که از مک میپرد، این را هم برای شما حرام گردانیدم. و سوم چیزی که خدا حرام گردانیده است این گوشت خوک است که برای شما خوردن گوشت خوک را حرام گردانیدم. حتی که در سنن ابو داود روایت حدیث از پیغمبر خدا هست که ان الله لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، خداوند در آن چیزی که حرام گفتگی هست شفای شما در او موجود نیست. حتی در گوشت خوک گفت از خداوند هیچ شفا وجود ندارد. اگر شما عقیده داشته باشین که گوشت خوک گرم است و برای خنکی شما را دفع و دور میکند، گوشت گوسفند هم گرم است، گوشت مرغ هم گرم است، عسل هم گرم است، همه اینها گرمی دارند. امروز خدا را شکر که طب ما پیش رفتگی است، مرحمت در دکترها مراجعت کنین، اینا برای ما و شما درست هستند. نه گوشت خوک، نه گوشت خرس، نه روغن خرس، نه گوشت سغر، نه گوشت سگ که امروز اکثر کسلی ها استفاده میکنند. فقط از حلال کرده های خدا استفاده کنید، انشاءالله شما شفا میابید. و دیگر یوسف قرضاوی بسیار یک سخن خوبم گفتن که
در تجربه حیات دیدیم که کسی که گوشت خوک میخورد وای ناموس ندارد، وای غیرت ایمانی ندارد. حتی گفته است نظر کنیم به دنیای غرب که آنها که گوشت خوک میخورند از پیشش از دست زنش میگیرند و با او رقص و بازی میکنند، برده شبها استفاده میکنند، میارن باز در دست شوهرش میتن. کنی ناموسشان؟ یعنی ناموس ایمانی، غیرت ایمانی از آدم دور میشید از وقتی که اگر گوشت خوک میخورده است.